ما میگیم حیف همو جوانی که در دیسکوتک باشه، حیف به تو که تو در این عمر خودت گویم خیلی و خیلی جبر کننده هستی و دشمن عمر خودت هستی و دشمن حیات خودت، دشمن آینده خودت هستی. و وای به حال همو کسانی که این دیسکوتک ها را هوی میکنن، کشاده میکنن، همه شرایط فراهم میکنن که تا که جوان دخترها و جوان پسرها رفته چی در همو داخل در همین کارهای فحش و فحشایی اونا مبتلا شوند. اونا باور کنین دشمن نمی ملت ما هستند، دشمن ملتن، دشمن دین بودنشون یک طرف، دشمن ملت هستند. جوانای عزیز، اگر شما جوانی همین تا بننگ با ناموس باشین، گذشتن داده دعا کنین همونجا که خدای مهربان اگر هدایت میکنی بکنی نمیکنی همین امارت رهبرش قطعی گم و گورش که خدای مهربان. این بدبختی است برادر عزیز و گرامی در دین ما، در ملت ما. اگر از هوس کسی که دندان طلا میکنه، دندان طلا از هوس کردن حرام است. کسی دندان طلا دارد نان خوردگیش حرام نمیگیم، لیکن در نمازش در عبادتهاش همین عملش چی میشود؟ خلل پذیر است. باید که دندانهای طلا را از دهن جدا کند بگیرد، علاج ندارد. از هوس باشد، از زیبایی باشد، هیچ وقت به دندان طلا شما چکار نکنین، کوشش نکنین، هوس نکنین. دندان طلا در صورت رخصت است که اگر ضرورت باشد، ضرورت باشد میلش، لکن ضرورت نباشد برای هوس و برای زیباییش این حرام است. اسلام این رخصت نمیدهد. پیغمبر خدا را حدیث شد چندین بارها با شما گفته گذاشتیم که حتی چله طلا را در دست یک جوان دید، حضرت از دست او گرفت، چیکار کرد؟ پرتافت در زمین، پرتافتش. وقتی اطرافش جوانها رفیقاش گفتن که پیغمبر رفت بگیر استفاده کن، این جوان که جوانی ایمانش که مکمل بود چه گفت؟ آن چیزی را که پیغمبر در زمین پرتافته است من او را دیگر بار دیگر نمی بردارم. یعنی چله داختن هم حرام است، گردن بند داختن هم حرام است، ساعت طلا هم حرام است، روچکه طلا هم حرام است. چیزی که طلا باشد برای مرد حرام است. ما و شما حق نداریم که اینها را استفاده کنیم. اینا در عبادتهای شما خلل میرساند و این نشانه مردی شما هم نیست. پول دارین، مال دارین، امروز مسلمان ها محتاج هستند. امروز طالب علم ها